سلام، امیدوارم که همگی خوب باشین. بحث امروزمون راجع به اینه که چطور چربی سوزی بدنمون رو بالا ببریم. اول از همه با تمرینات ورزشی شروع میکنیم که چه تمریناتی انجام بدیم که چربی سوزیمون بالا بره. تمرینات تناوبی. بچه‌ها، تمرینات تناوبی یعنی چی؟ تمرینات از شدت بالا به پایین و پایین به بالا. مثل پیلاتس هیت. پیلاتس هیت در واقع ترکیبی هست از پیلاتس و تمرینات های اینتنسیتی اینتروال که همون تمرینات تناوبی هست. چربی سوزیتون رو بسیار بالا میبره، به خصوص که بدون هیچ تجهیزاتی باشه، با وزن بدنتون انجام بدین. تمرینات تناوبی رو در واقع 3 روز در هفته میتونین انجام بدین. 2 تمرینات قدرتی. تمرینات قدرتی رو میتونین 2 روز در هفته انجام بدین. این باعث میشه که حجم توده عضلانیتون حفظ بشه و حتی بیشتر بشه و در عین حال متابولیسم بدنتون باعث میشه که بالا بره. تمرین بعدی تمرینات هوازی هست، مثل دویدن، پیاده روی، که باعث میشه کالری سوزیتون بالا بره. این 3 تا تمرین رو میتونین انجام بدین و اما در کنارش حتما باید رژیم غذایی داشته باشیم، همونطور که همه میدونیم. حالا چه رژیم غذایی بگیرم که چربی سوزیم بالا بره؟ خب ببینید، مصرف پروتئین کافی. من همیشه میگم پروتئین کافی. بعضی خانم ها فکر میکنن که پروتئین مصرف کنن درشت میشن، مردونه میشن، وزنشون بالا میره، در صورتی که اینطور نیست. پروتئین کافی باعث میشه که حجم توده عضلانیت رو حفظ کنی و متابولیسم بدنت رو بالا ببری. این باعث میشه که چربی سوزیت بالا بره. خب 2، مصرف فیبر بالا. فیبر بالا مثل میوه ها، سبزیجات، حبوبات، اینها در واقع باعث میشه که احساس سیری به شما بده و اشتهاتون رو کم بکنه. 3، بیایم کربوهیدرات های تصفیه شده رو مصرفش رو بیاریم پایین. مثل چی؟ مثل آرد سفید، نون سفید، برنج سفید، کیک، بیسکویت. تمام اینها در واقع کربوهیدرات های تصفیه شده هستن که باید مصرفشون رو پایین بیاریم. این به خاطر اینکه اینها باعث افزایش قند خونتون میشن و در نتیجه تبدیل به چربی میشن. و موضوع بعدی آب کافی. مصرف آب کافی باعث میشه که هضم غذا بهتر بشه توی بدنت. همینطور خواب کافی، کاهش استرس، همه اینا خب عواملی هستش، فاکتورهایی هستش که میتونه کمک کنه به چربی سوزی بیشتر. اگر اینها رو رعایت کنید در کنار هم، میتونید چربی سوزی بسیار بالایی داشته باشین و سرعت ببخشین به این موضوع. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. حتما کانال منو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری براتون ارسال بشه. دوستتون دارم. به سلامتی خودتون.